ماینکرافت، اما اومدیم با بهترین روش ساخت خونه. اینجا کلی لاوا میذاریم، میذاریم تا همینجور بریزه. باید 10 در 10 هم باشه. وقتی کل اینجا بله همچنان 2000 years later. سرعت پیشرفت من تو زندگی. درخت آتیش گرفت. ای وای، دیگه شما یه جوری بذارین که دیگه درخت آتیش نگیره. این خونه هم مخصوص وسط دریا، اما خوشگله، خونه خوبیه کلا، یه حواس باشه. خب بالاخره اومد پایین. اینجا هم آب میریزیم روش، اینطور که میبینید، اینطوری که کلا مثل لاوا بریزیم. خیلی خوب دوستان، اینم از این. همونجور که میبینید داره میره پایین. بله خونه بزرگ شد. الان شاید با خودتون یه اسفنجی وسط چی میخوایم. بله اسفنج هم میخوایم تا این آبا رو بگیریم. همونطور که میبینید اسفنج ها رو اینجا قرار میدیم، این آبا رو میگیریم. و بله خونه خیلی بزرگ شما الان دارین. بس این اسفنج ها رو میکنین و بله دیگه دیزاینش دست خودتونه. اینجا میتونین خواستین پر کنین. حساب فراموش نشه.